دوستان عزیز چنل یوتیوب کلام و کلمات کیان، سلام. خیلی خوش اومدید به آموزش فن بیان کار راه انداز. من تو این چند سال که کلاس میرفتم همیشه به این فکر میکردم که خب یه نفر میخواد یه آموزش عمومی و کاربردی فن بیان ببینه، چرا باید بره بشینه سر کلاس آموزش‌های تخصصی؟ یعنی این 2-3 سال من هر وقت که میرفتم کلاس برای فن بیان و اجرای صحنه، این توی مخ من رژه میرفت. چرا؟ گفتم خودم باید شروع بکنم آموزش‌های فن بیان کار راه انداز که دیگران کارشون راه بیفته، آموزش‌های عمومی و کاربردی ببینن و کارشون راه بیفته. برای همین میگیم کار راه انداز. یه روزی از این روزها با بچه خواهرم یه مکالمه‌ای که با هم داشتیم و صحبت می‌کردیم حدوداً چند ماه پیش، یک سوالی ازش پرسیدم که چالش‌های کلامی شما چیه فاطمه خانم؟ گفت که من یه چالشی که توی ذهنمه برای سلام کردنه، نمیدونم کی سلام بکنم، کجا سلام بکنم، چطور سلام بکنم. گفتم که این پادکستی که من پر میکنم رو به دوستای خودت بفرست و بگو که دایی من یک همچین صوتی پر کرده و یک سری آموزشی به شما داده. خلاصه کار نداریم، صوت رفت و خیلی باستاب خوبی داشت و خوشحال کننده بود برای خودم. گفتم که بیام این رو گسترده ترش بکنم. چیکار بکنم؟ آموزش‌های فن بیان کار راه انداز رو توی یوتیوب، چنل یوتیوب خودم برای شما ارائه کنم. من که ندیدم جایی توی یوتیوب چنین آموزشی، حتی اگر جایی هم مبلغ‌های میلیونی هم باشه، همه صرفاً برای کسایی که میخوان اجرای صحنه بکنن، میخوان برن توی صدا و سیما و مجری بشن. ولی آدم‌هایی که میخوان فقط فن بیان عمومی یاد بگیرن رو ندید. من دیدم، من اینجا دیدم، خدمتتونم اولین جلسه الان اینجا دارم ارائه میدم. چیکار کنم همه به حرفم گوش بدن؟ بریم سراغ اصل مطلب. با داستان شروع بکن. 1. داستان داستان داستان. آدم ها دوست دارن داستان بشنون. حتی اگه شبکه 4 باشی، برنامه زندگی پس از زندگی، داستان آدم ها، داستانی که مبهمه، داستانی که جذابه، میشه پربیننده ترین برنامه. پس با داستان شروع بکن حرفت رو. آقای دانشجو که میخوای بری دفاع بکنی پایان نامت رو، آقای دانش آموز، آقای فروشنده، با داستان بفروش. نمیدونی؟ منو فالو بکن توی اینستاگرام، توی یوتیوب هم سابسکرایب بکن تا بهت بگم چطوری باید بگی. داستان بگیم. اگر که دقت کرده باشید، من اول همین ویدیو هم داستان گفتم و داستان مکالمه خودم و بچه خواهرم رو تعریف کردم. پس داستان میتونه آدم‌ها رو میخکوب بکنه و توجهشون رو به ما جلب بکنه. 1. داستان بگیم. 2. داستان چی بگیم؟ چطوری بگیم؟ داستانی که تجربه شخصی خودمون باشه. پس داستان گفتن هم الکی نیست. داستانی که تجربه شخصی من باشه، من و بچه خواهرم. من و بچه خواهرم یه داستانی شکل گرفته الان که خیلی مهمه. پس چی؟ بنویسیم داستان. 1. 2. تجربه شخصی خیلی مهمه. 3. سومین مورد رو بهت خدا قسم اینها رو میلیونی ازتون پول میگیرن و میگن. داستان باشه. 2. تجربه شخصی باشه. 3. اول شخص مفرد باشه. من رفتم، تو رفتی، او رفت. نه، سوم شخص نباشه، رفت میتونه باشه، اونم قلق داره. ولی تجربه شخصی اگر 3 اول شخص باشه. من و بچه خواهرم رفتیم. یه داستان میخوام براتون بگم. پارسال بهار دست جمعی رفته بودیم زیارت. حالا این پارسال بهاره خیلی داستانه براتون بگم، ویدیوهای بعدی حتما بهتون میگم. ولی میخوام اینو بگم که اگر ما بتونیم قدرت این رو داشته باشیم که یه داستانی بگیم که اون داستان تجربه شخصی باشه،
که اون داستان اول شخص باشه، خودمون تجربه کرده باشیم، قطعاً بدون حواس‌ها به شما جلب میشه. اگه دفاع داری، اگه سخنرانی داری، اگه فروشنده‌ای، اگه وکیلی، اگه هر کاری می‌خوای بکنی، با این داستانه سر و کار داری. و اما مطلب دوم که خدمتتون بگم، با سوال شروع بکن. من نمیدونم چرا اینقدر بعضیا سوال نمیکنن. بابا سوال بکن، مخاطب رو تعامل بگیر ازش. مخاطبی که با شما تعامل نکنه بعد از چند دقیقه گوشش هم از شما بر میگردونه. سوال بکن. به نظر شما، نظرت برای من مهمه، حرف شما برای من مهمه. پس این تعاملی که با مخاطب داری باعث میشه که نگاهش، تماس چشمی او با شما حفظ بشه و باعث بشه که به شما توجه بکنه. داستانو گفتی، تجربه شخصی رو گفتی، اول شخص هم باشه، پس بدون سوال هم میتونه بهت خیلی کمک بکنه. این سوالی که میپرسی باید در جهت موضوع باشه، بی ربط نباشه. مثلا سر کلاس اگر که اون سوال طنز باشه خیلی فضای خوبی میده، ولی طنز شمشیر دولبه است. باید حواست باشه که چطور سوال میکنی. سوال از اون ارائه خودت باشه خیلی بهتره. سوال از فضایی که بچه ها اشتراک دارن خیلی بهتره. اگه دانشگاه اصفهانی، سوالت در مورد دانشگاه اصفهان باشه، دانشگاه تهران باشه، اون جایی که بچه ها توی اون دانشگاه دارن تحصیل میکنن، دیدن، شنیدن در مورد اتفاقاتش، در مورد رویدادهاش. پس شما اگر سوال بکنی از اون خیلی بهتره. و مطالب دیگه هم هست که توی ویدیوهای بعدی خدمتتون میگم، همراه باشید. فقط به خدا قسم اینها رو جای دیگه پیدا نمی کنید. اگر هم پیدا بکنید، این حس من جای دیگه ای نیست. این علاقه من به درس دادن، علاقه من به درس گرفتن و یادگیری و آموزش دادن رو هیچ جایی پیدا نخواهید کرد. دوستتون دارم. این تعارف نیست، همه وجود منه.